بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحابته الأخيار أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سلام و درود به شما یکایک عزیزان و بزرگواران. دومین برنامه از سلسله برنامه‌های تفسیر قرآن کریم را تحت عنوان تفسیر نور پی میگیریم. در درس گذشته مقدمه‌ای در جهت آشنایی با قرآن کریم آغاز کردیم. اجازه بدید امروز هم به حول قوه الهی در این زمینه بحثمون را ادامه بدیم. لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. خداوند عزوجل چگونه انسانها را آفریده و در این راستا چگونه به آنها سفارش کرده. در درس گذشته دانستیم که خداوند عزوجل انسان را در پی هدفی بزرگ به عنوان بندگی و طاعت آفریده و در این راستا علاوه بر نهاد پاکش پیامبرانی را از جنس خود انسانها در طول تاریخ انتخاب کرده و تا اینکه پیامهای خودش، وحی و کلام خودش را و دستورات خودش را برای انسانها بیاره و اونها را راهنمایی و ارشاد بکنه. پس بنابراین از خلال این مطلب ما امروز آیه دیگه رو مطرح میکنیم و بحثمون رو پی میگیریم. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. لقد من الله على المؤمنين اذ بعث فيهم رسولا من انفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. آیه 164 از سوره مبارکه آل عمران. ترجمه مختصر و روان این آیه اینو میگه که به تحقیق ما بر الله سبحانه و تعالی بر مؤمنین منت گذاشت آن زمانی که از میان آنها، از میان مؤمنین، از میان انسانهای زمانه پیامبری را مبعوث میکرد از جنس خودشان که رسالتش در این سه کار خلاصه میشد. یتلو علیهم آیات، یعنی تلاوت میکرد برای اونها، برای مردم آیات وحی که برش نازل میشد تا اینکه مردم را با خدا آشنا کنه، با کلام خدا، با پیام خدا. و یزکیهم، و آنها را تزکیه بکنه، دور بکنه، پاک بکنه از بدیها و زشتیها و انحرافات. و یعلمهم الکتاب و الحکمه، و آموزش بهشون بده، یادشون بده، تعلیم بهشون بده کتاب و حکمت را. کتاب و حکمت را یعنی اون دین و شریعت و آیینی که خداوند میخواد مردم بر اون راه زندگی کنند. و این کانوا من قبل لفی ضلال مبین، هرچند که شاید قبل از اون در گمراهی آشکار زندگی میکردن. یعنی این ایراد و این عیب و این ننگ بر اونها نیست که تا دیروز بر اون راههای انحراف زندگی میکردن، بر اون کجیها و کجرویها میزیستند. مؤمنی که الان قدر این نعمت الهی را بدونند. اما نتیجه انحرافات بشر از راه عبادت و بندگی الله در دو چیز جلوه پیدا میکنه، در چیز آشکار میشه. انسان ها که گفتیم به علتهای مختلف راه بندگی را نپذیرفتن، وقتی پیامبران ظهور میکردن و پیام وحی براشون نازل میشد در راستای اون هدف بزرگ برای آشنا کردن با خداوند و نزدیک کردن اونها به راه خدا، دور کردنشون از راه شر، غالبا مردم، اکثر مردم، اغلب مردم، اونچنان که قرآن انشاءالله در خلال آیات بهش میرسیم و ما اکثر الناس ولو حرصت بالمؤمنین، که اکثر مردم اگر چند که شما حریص باشید اهل ایمان نیستن، دو دیدگاه یا دو به اصطلاح عکس العمل عجیب نشون میدادن. یکی این که حقایق را عکس جلوه میدادن. پیامبران میگفتن که این حقیقت، میگفتن نه خیر این حقیقت نیست، این گمراهی است. و نه تنها این،
بلکه مبارزه میکردن با پیامبران و مصلحین در طول تاریخ و سعی میکردن اونها رو نابود کنند، چون احساس میکردن که این حرکت و این جنبش و این نهضت مصلحت دنیای اونها را زیر سوال میبره و اونها را از اون منافع دنیوی که دارند باز میداره. این گمراهی ها و جهالت ها و انحطاط های فکری و عقیدتی بشر گاه تا اون حد تنزل میکرد که بر حسب این آیه که گفتیم، آیه هم الان از سوره غافر میخونیم که فرعون طغیانگر متکبر اتهام میزند به موسی علیه السلام که هدایتگره و هیچ انتظار و توقعی از مردم نداره، این که اومده اجازه بدید من موسی را بکشم به خاطر اینکه اومده دین شما را عوض کنه یا اینکه در زمین فسادی بپا کنه. و قال فرعون ذرونی، یعنی بگذارید مرا، اقتل موسی را بکشم، ولی یدعو ربه، اون تهدیدش میکنه اگر راست میگه خداشو فرا بخونه تا اینکه ازش حمایت بکنه، یعنی کاری به کارش نداشته باشید. انی اخاف ان یبدل دینکم او ان یظهر فی الارض الفساد، من میترسم که دین شما را عوض بکنه، آیین و رسم زندگی شما را عوض بکنه یا اینکه در زمین فسادی بپا کنه. اینجا بود که ببینید این نمونه است در قرآن کریم از صدها و هزاران انسان هایی که در طول تاریخ سعی میکردن حقایق قرآن و خدا را عکس جلوه بدن و هیچ پیامبری مبعوث نشده مگر اینکه با این حقایق مواجه می شده، با این رد فعل، با این عکس العمل از طرف مردم واقع می شده. در سوره زاریات آیه 52 می خوانیم کذالک ما اتى الذین من قبلهم من رسول الا قالوا ساحر او مجنون، همچنین هیچ پیامبری، هیچ رسولی قبل از شما، یعنی ای پیامبر صلی الله علیه و سلم، مبعوث نشده، برانگیخته نشده، فرستاده نشده مگر اینکه به اون میگفتن ساحر است یا دیوانه. چرا؟ به خاطر اینکه انسان از ساحر بدش میاد. ساحر میاد فتنه به پا میکنه، دوستها را از هم جدا میکنه، انسانهای صمیمی را بینشون اختلاف میندازه و فتنه میکند تا اینکه مردم بترسانند از پیروی، از گوش دادن، از مجالست و همنشینی با پیامبران، یا اینکه میگفتن دیوانه است، هیچ چالش نیست، حرف بیهوده میزنه، اضافه گویی میکند. اینجا بود که با این اتهامات واهی میخواستند پیامبران را، مردم را از پیامبران دور نگه دارند و نتونند پیامبران آنگونه که دوست دارند در میان مردم پیام حق را که وحی منزل هست به گوش مردم برسونند. کتاب الله، کتاب الله، کتاب الله. با این اتهامات، با این روش ما مثالهایی از نبرد حق و باطل براشون بازگو میکنیم. مسلمه پیامبران اومدن حقایق را واسه مردم روشن کنن، ولی اونهایی که نمیپذیرند چی؟ باید خودشون را در مواجهه با یک قدرت لایزال و بی انتهای الهی ببینند. اینجا بود که پیامبران راهی جز نبرد و مبارزه با این انسانهایی که حقایق را نمیتونستند بپذیرند نداشتند. ما در طول تاریخ ابراهیم بتشکن علیه السلام، بنیانگذار توحید در تاریخ بشریت، با نمرود طغیانگر با تراش ما داریم که اونجا نهایتاً در این نبرد کی پیروز میشه؟ حقایق را از تاریخ بشریت، از هر کتاب تاریخی خواستید بخونید، به شما میگوید ابراهیم پیروز و سرافراز درآمد. موسی علیه السلام با فرعون طغیانگر، با اون جاه و جلال و شکوه و عظمتش میگفت که من را ببینید در مصر و در دنیا همه چیز را دارم. اون موسی فقیر آواره اومده همه چیز دنیا را از شما بگیرد و دنیا دین شما را عوض بکنه و در زمین فساد بپا کنه، در حالی که دیدیم موسی جز حقیقت چیز دیگه نمیگفت. ولی این فرعون بود که از کاخ و تخت و تاج خودش و از اون هستی و دارایی ها و منافع دنیاش که با ظلم و جور و ستم جنگ کرده بود میترسید و اینجا بود که اتهامات واهی اون هیچ ممانعتی از غرق شدنش و هلاک شدنش نکرد. رسول الله صلی الله علیه و سلم را در طول تاریخ میبینیم که
با کفار قریش، با مشرکین قریش و همچنین با سایر مشرکین شبه جزیره چیکار کرد و نهایت در فاصله 23 سال بهترین دولت اسلام رو تشکیل داد و شرک را از شبه جزیره قلقم کرد. قرآن کریم این حقایق را چنین بازگو میکنه: نهایت نبرد حق و باطل. انا لننصر رسلنا والذین آمنوا فی الحیات الدنیا و یوم یقوم الاشهاد. به راستی که ما نصرت میدهیم پیامبرانمان را و کسانی که ایمان آوردند در حیات دنیا، یعنی در دنیا و همچنین روز آخرت. یوم یقوم الاشهاد، روزی که شهادت ها به پا میشه. اون روز قیامته. انسان ها گواهی میدن، جواره انسان برای انسان گواهی میده یا برای انسان گواهی میدهد و فرشتگان و مقربان و صالحین و شهدا همه گواهی میدهند. اونجاست که هیچ چیز نمیتونه منکر حقیقت باشه و هیچ کس نمیتونه از انسان دفاع بکنه جز عمل صالح انسان. و همچنین موسی در سوره اعراف ازش میخوانیم: قال موسی لقوم استعینوا بالله واصبروا ان الارض لله یورثها من یشاء من عباده والعاقبة للمتقین. موسی به قومش گفت به خداوند از خداوند کمک بگیرید، طلب استعانت کنید و صبر کنید، صبر پیشه کنید. به راستی که خداوند مالک این زمینه، هر کس را که بخواهد از بندگانش رو ملک این دنیا را بهش میده، میراث این دنیا را بهش میده. منظور از یورثها من یشاء من عباده یعنی قدرت را واسش فراهم میکنه تا اینکه بتواند فرمانروا و حکمرانی کنه در این زمین، مالک اون زمین باشه که در اصل ملک خداست. والعاقبة للمتقین، و این نهایت امره که نهایت و عاقبت امر برای پرهیزگاران است. کتاب الله کتاب الله کتاب الله. این یک حقیقت تلخ در تاریخ بشریته که همه ملت ها با تمام اختلافاتی و دیدگاه هایی که در دیانت و مکتب هاشون دارند به این حقیقت واقف هستند که در طول تاریخ پیامبرانی بوده و بین اونها و قومشون نبردهایی صورت گرفته و نهایت امر هم پیروزی و سرافرازی با کی بوده؟ با پیامبران بوده. این حقیقتی است که در این کسی جدال نداره. تاریخ صادقانه را میگه و مورخان در طول تاریخ منصفانه این حقیقت رو به نمایش گذاشتند و بررسی کردند. پس بنابراین این حقایق رو باید پذیرفت که پیامبران در طول تاریخ سعی کردند پیام حق را برسونند، پیام حق را به مردم برسونند. حالا یک سوال پیش میاد واسه انسان هایی که این حقایق را میدونند: تعدد رسالت ها، تعدد پیامبران، یعنی تعدد پیام ها. خداوند عزوجل پیام های متعدد را فرستاده، کتاب های متعدد را فرستاده در طول تاریخ بشریت، ولی از اونها برای اینکه ضرورت داشته مردم هدایت بشن و رحمت خداوند اقتضا میکرده که مردم تا اون حدی که امکان دارد به رشد خودشون بر بگردن و راه حق رو بپیمایند. ولی حقیقت این است که نه تنها اهل کتاب بلکه تمام کتاب‌های ما قبل مورد تحریف و انحراف قرار گرفته. تغییر، تبدیل و تحریف. چرا؟ چراش اینه که خداوند تحت هیچ شرایط اقتضا نکرده و حکمتش اقتضا نکرده که تکفل کند برای حفظ آن دیانت‌ها و شریعت‌ها در طول تاریخ. به همین خاطر در قرآن کریم در سوره آل عمران می‌خوانیم: یا اهل الکتاب لم تلبسون الحق بالباطل و تکتمون الحق و انتم تعلمون. ای اهل کتاب، چرا حق را با باطل میپوشانید؟ حق را با باطل میپوشانید و تکتمون الحق، و حقیقت را کتمان میکنید در حالی که شما میدانید. و انتم تعلمون، یعنی شما حقیقت را دارید میدونید ولی کتمانش میکنید. حقیقت اینه که اهل کتاب خیلی از آیات تورات و انجیل را میپوشوندن، وقتی میدن مصلحت در اون نیست عوض میکردن و این رو جز دین و مصلحت خودشون میدانستن، در حالی که قرآن به اونها میگوید که دین مال شما نیست که عوض کنید، دین مال خداست و شما مبلغان دین خدا هستید. اگر بندگان خدایید این دین را حقیقت به مردم برسونید. در شریعت تورات این طور بود که اگر کسی ولیعص بالله زنا مرتکب میشد باید اون رو رجم میکردن، سنگسارش میکردن، میکشتنش
تا اینکه این فساد بخوابه. ولی می اومدن نگاه میکردن. اگه دیدن بله از خانواده اعیان و اشراف جامعه است و نمیشه فرزندشون یا بچهشون یا یکی از منتسبین به این افراد را و این خاندان را کشت، با یه حیله‌ای بعد چی کارش میکردن؟ می اومدن که سر این قضیه را به هم می آوردن. میگفتن خب اشکال نداره، سر و صورتش سیاه میکنیم تا اینکه تو سوار یک به اصطلاح یک حیوانی چارپایی در کوچه و خیابون میگردونش تا اینکه روسیا باشه نزد مردم، آبروش بریزه، حیثیتش برباد بره، دیگه این کار نکنه. در حالی که این آن حکمی نبود که خداوند نازل کرده بود. یا ربا را برای خودشون حلال کرده بودن، یا خیلی کارهای دیگر که خداوند بارها در خلال آیاتی در سوره آل عمران، در سوره بقره، در سوره مائده، سوره های متعدد قرآنی میخوانیم که انشاءالله بهش میرسیم. كتاب الله كتاب الله. و همچنین در سوره آل عمران در آیه دیگه میخوانیم که و ان منهم لفریقا یلوون السنتهم بالکتاب. این گروهی از اینها هستند، از اهل کتاب، کسانی زبانشون را با کتاب میچرخانند. یعنی در زمانی که میخوان واسه مردم حکمی از کتاب و تورات و انجیل بیان میکنن، طوری بیان میکنن که مردم خیال میکنن این حکم توراتی، در حالی که اینطور نیست. لتحسبوه من الکتاب و ما هو من الکتاب. تا اینکه بپندارند مردم، تا اینکه مردم بپندارند، گمان بکنند که دارن حکم خدا در تورات و انجیل واسه مردم میگن، در حالی که اینطور نیست. و ما هو من الکتاب، این از کتاب نیست. و یقولون هو من عند الله و ما هو من عند الله. میگویند این حکم خداست، از جانب خدا نازل شده، در حالی که قرآن میگوید این از جانب خدا نیست، این حکم ساختگی خودشونه. و یقولون علی الله الکذب و هم یعلمون. و بر خدا دروغ میبندند در حالی که میدونن. واو اینجا واو حلیه است. و هم یعلمون، در حالی که خودشون هم میدونن که دروغ میبندند، ولی مصلحتشون ایجاب کرده که این حقیقت را بپیشونن و اون رو عوض بکنن و تحریف بکنن. بس خلال این دو آیات و امثال و مشابه اون ما میتونیم پی ببریم که نه تنها انجیل، نه تنها تورات، بلکه تمام کتاب‌ها در طول تاریخ تضمین نشده برای بقایش، بلکه دستخوش انسان‌هایی شده که خواستن از دین بخورند، از دین جا و سلطان داشته باشند، از دین واسه مصالح دنیا استفاده کنند. اما دین دین خداست، اجازه نمیده کسی از اون سوء استفاده کنه. به همین خاطر با اینکه یهود در طول تاریخش بهترین امت بود و قرآن این را میخونیم که فضلناهم علی العالمین، ما اونها را بر سایر هم نوعان خودشون در زمان خودشون برتری دادیم، ولی چون این راه را انتخاب کردن، کجروی ها را انتخاب کردن، اونها را چیکار کردیم؟ اونها رسالت را ازشون گرفت، سرافرازی دنیا را ازشون گرفت. پس بنابراین رسالت اسلام و پیام جاویدانش در خلال آیاتی که ما الان میخونیم میدونیم که چی نویدی داره واسه مردم. اولا خداوند عزوجل دین اسلام را تنها دین پذیرفته شده معرفی میکنه. ان الدین عند الله الاسلام، همون سوره آل عمران. به راستی که دین نزد خداوند اسلام هست. حالا دنبال آیاتی درباره اهل کتاب بحث میکنیم، معذرت میخوام. منظور اینه که آن دینی که خداوند راضی شده مردم الان بعد از تورات و انجیل آن دیانت و اون راه و رسم را زندگی بکنند و بپذیرند، اون دین اسلامه و اون از خلال قرآن فهمیده میشه. همچنین در خلال آیه دیگر قل یا ایها الناس انی رسول الله الیکم جمیعا، به رسول الله صلی الله علیه و سلم در سوره اعراف خطاب میشه که ای پیامبر به مردم بگو که من رسول فرستاده خدا به سوی همه مردم هستم، چه عربش چه عجم، چه سیاهش چه سفیدش چه سرخش، در هر کجای دنیا که باشند. و به همین خاطر پیام اسلام اقتضا کرد و خداوند با حکمت ازلیش انسانهایی را از تمام ملت‌ها، از تمام طوائف، از تمام دنیا به این دین گرویدند تا اینکه حجتی برای قومشان باشند. ممکنه همه ملت‌ها مسلمان نشدند، ولی ما از همه ملت‌ها مسلمان داریم. این یک حقیقتی است که امروز میتونید با چشم خودتان ببینید. هیچ ملتی نیست که مسلمان نداشته باشه و این حقیقت قرآنی است که قل یا ایها الناس انی رسول الله الیکم جمیعا. و در اینجاست که خداوند وقتی خواست این دین باقی بمونه تکفل بر حفظ و بقای قرآن کرد، همون پیام جاویدان اسلام. اسلام اومده دین همگانی باشه،
دین جهانی باشد، دین باشه که واسه همیشه بمونه، پیامبر دیگه نمیاد، وحی قطع شده و این قرآن باید تا ابد، تا روز قیامت واسه مردم سالم بدون دستبرد باقی بمونه. این حقیقتی است که تمام مسلمان ها و بلکه کفاری که درباره قرآن تحقیق کردند به این نتیجه رسیدند که قرآن تا به امروز که 1442 سال از اولین نزول آن میگذرد، یعنی از اولین آیات وحی اقرأ بسم ربک الذی خلق بر پیامبر نازل شد، 1442 سال تا به امروز میگذره. یک حرف، بلکه نه تنها یک حرف، بلکه حتی یک حرکت از قرآن عوض نشده. این را خاورشناسان غیر مسلمان هم میگن، اونهایی که واقعا بر قرآن اعتکاف کردن و نشستن و شبانوز میخونن، تحقیق میکنن، بررسی میکنن. ما صدها کتاب ها و تحقیقات داریم که غیر مسلمان ها نوشتن و با انصاف به این حقیقت رسیدن که قرآن قابل تغییر و تبدیل نیست، بلکه معجزه است جاویدان که باید تا قیامت باقی بمونه. و ما این را از خلال آیه 9 سوره حجر چنین میخوانیم که خداوند عزوجل فرمود انا نحن نزلنا الذکر و انا له لحافظون. به راستی، یقینا، حتما، با تاکید قرآن بیان کرده، ما یعنی خداوند عزوجل نازل کردیم قرآن را. ذکر یکی از نامهای قرآن است که در برنامه آینده انشاءالله اونها را برای مورد بررسی قرار میدیم و همانا ما حافظ و نگهبان آنها هستیم. كتاب الله كتاب الله كتاب الله. خداوند به صراحت بیان میکند که ما قرآن نازلش کردیم، ما قرآن نازل کردیم و ما حافظ و نگهبان قرآنیم. اگر چنینه پس کسی نمیتونه تحت هیچ شرایطی حتی فکر این مسئله به ذهنش خطور بکند که چگونه میتواند قرآن را منحرف کرد یا عوض کرد. ولی حقیقت اینه که قرآن قابل عوض شدن نیست و بلکه معجزه جاویدانه و مسلمان ها اگر میخوان به رشد و تعالی واقعی خودشون دست یابند باید قرآن را خوب بشناسند. قرآن چیست؟ إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. قرآن طبق تعریفاتی که ما در اینجا مطرح کردیم واسه شما میتونید ببینید که با یک تعریف خیلی مختصر میتونیم به این نکات هفتگانه برسیم. قرآن کریم کلام الله است، کلام بشر نیست. پس بنابراین مبارک و مقدس و میمونه. قرآن کریم منزل هست، یعنی نازل شده. کسی به خواب ندیده، از خودش هم ننوشته، بلکه وحی نازل شده است توسط جبریل امین که فرشته وحی هست علیه السلام. بر کی؟ بر محمد امین که رسول برانگیخته آخرین پیامبر هست و در شبه جزیره انتخاب شده، برانگیخته شده. این 4 صفت اوله. کلام الله است، منزل هست، بر توسط به واسطه جبریل علیه السلام بر پیامبر اکرم صلی الله علیه وسلم نازل شده و معجزه است. الفاظش آن معجزه است، یعنی قابل تغییر و تبدیل نیست و علاوه بر این میشه باش تعبد و تلاوت کرد و همچنین که میتونیم بگیم حد و حدود آن اینه که از سوره فاتحه شروع میشه و با سوره ناس هم به پایان میرسه. این تعریف قرآن هست. ولی آیا قرآن را خوب شناخته ایم؟ قرآن وقتی میگیم کلام الله است یعنی این که آنقدر دلنشینه که با تکرارش انسان ملال نمیشه، خسته نمیشه و هر چی بیشتر بخونه لذت و شیرینی اون را بیشتر احساس میکنه، میخواد بیشتر بخونه. وقتی میگیم به واسطه جبریل یعنی هیچ کس نمیتونه اتهام بزنه به پیامبر اکرم صلی الله علیه وسلم که از خود اختراع کرده. وقتی میگیم محمد امین به این دلیل که به اتفاق مورخین پیامبر ما صادق امین امانتدار بوده قبل از بعثتش و بنابراین آنچه که بهش رسیده بدون تغییر و تبدیل ابلاغ کرده. و همچنین قرآن کریم محدود و مشخصه، کسی نمیتونه به اون اضافه کنه یا از اون کم کنه. از سوره فاتحه شروع میشه و به سوره ناس هم تموم میشه. الفاظ و عبارتهای آن معجزه است،
یعنی هر لحظه ممکنه و هر عصری و هر زمانه ممکنه علما چیز جدید از اون دریافت و کشف و اختراع بکنند و این حقیقت است. به همین خاطر کتاب‌های متعددی در تفسیر قرآن کریم در طول تاریخ داریم و نهایتاً این که قرآن میشه باش عبادت کرد، یعنی تلاوتش، خواندنش، تدبر در اون یک نوع عبادته. این قرآنه که باید با اون انس گرفت، باید اون را دوست داشت و اون را همیشه در کنار خود قرار داد. امیدواریم در برنامه آینده با محتوای قرآن، با الفاظ قرآن، با صفت قرآن، با خصائص و ویژگی‌های قرآن بیشتر آشنا بشیم و بریم انشالله روی درس خود تفسیر و با کلمات قرآنی بیشتر آشنا بشیم. اینی که میگیم قرآن را باید همه جا، همیشه و هر روز خواند. سبحانك اللهم بحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك و اتوب الیک. تا دیدار دیگر و برنامه دیگر شما را به خدای بزرگ میسپارم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. كتاب الله